شما سایت فروشگاهیتون رو طراحی میکنید ولی سئو نمیکنید، یعنی از طریق هدایت مشتریاتون از اینستاگرام یا کانال تلگرامیتون یا شبکه‌های اجتماعی دیگه که دارین هدایتشون میکنید که آقا توی سایت برید این محصول رو میتونید بخرید، یا خرید ما از طریق فقط سایتمونه. شما مثلا توی اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی دیگه که دارید محصولتون رو در واقع فقط تبلیغ و معرفی میکنید. روش بعدی اتصال سایت فروشگاهیتون به پلتفرمایی مثل تروب یا با سلام یا پلتفرمای فروش دیگه‌ای که وجود داره. میتونید با اتصال به اینا فروش آنلاینتون رو راه اندازی کنید و بفروشید. روش پیشنهادی ما سئو وبسایته. درست زمان چند ماه میبره برای اینکه شما سایتتون رو سئو کنید. شما با اون موضوعی که دارید کار میکنید توی صفحه اول یا اون 10 تا سایتی که تو صفحه اول گوگل نمایش داده میشه نمایش داده بشید به مشتریاتون که از اون طریق مشتری بیاد با سایت شما آشنا بشه. به این مورد میگن سئو این بازده زیادی داره، نتیجه بهتری داره برای شما، ولی به همون میزان هم زمان بیشتری میبره برای اینکه شما نتیجه بگیرید و هزینه بیشتری هم میبره برای اینکه شما توی گوگل نمایش داده بشید. هم زمانش بیشتره هم هزینه‌اش، از اون طرف هم نتیجه بهتر و بازدهی بیشتری داره برای سایت فروشگاهی.